دوستان، پارت دوم رمان امشب اشکی می‌ریزد، زنده ماندن بی اثر گذاشته است. طبق اظهارات پزشک قانونی از دهان جسد هنوز بوی مشروب می آمد و این می رساند که مقتوله مست بوده است. با اعلام نظریه پزشک قانونی، بازپرس تحقیقات وسیعی را جهت روشن شدن علت قتل آغاز کرد و چون قاتل فراری بود، بازپرس از همسایگان پیرامون این حادثه تحقیق به عمل آورد. چند تن از همسایگان به بازپرس اظهار داشتند که مقتوله شهلا نام دارد و با اتفاق شوهر و فرزندش در این خانه زندگی می کرده است. فرزند وی روز قبل از قتل به علت بی‌توجهی مادرش به داخل حوض افتاده و جان سپرده و شهلا هم در مسافرت است.